صدا دوربین اکشن. درود به همه شما گل‌های در خانه. چطورید عزیزان دل؟ این خیلی اومد جلو. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون باب میلتون باشه. بدخاتون سگ بخوره. اومدین اتمسفر دیگه که دانیال برای شما عزیزان دیگه ایره که بخوایم کلی هم دیگه بخندیم و شاد باشیم و سطح شادیمون رو ببریم از اتمسفر بالاتر. بچه امروز چه نوع ویدیوهایی داریم؟ امروز با یه ویدیوهای متنوع‌تر اومدم خدمت شما عزیزان. وقتی که میگن بحث از سوتی میشه، ذهن ناخودآگاه میاد سراغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه. بچه امروز با سوتی‌های صدا و سیما در خدمت شما عزیزان هستم و یه آپشن جدید به ویدیوها اضافه کردم که آخر هر ویدیو یه جمله است. حالا میتونه کلیشه باشه، میتونه انگیزشی باشه، بعضی موقع این دیگه رندومه. و یه پیشنهاد دارم الان، این که بیام معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ببینیم ویدیو اول چی میگه. موفق ترین گروه ها تو کشور تریاکی ها هستن. 100 تا تریاکیشون هر جا بکنی سال دیگه میشن 200 تا. ولی 100 تا نمازخون هر جا باشن سال دیگه هم موفق ترین هم جوان ترین 200 در تا نمیشه. چرا تریاکی ها موفقن؟ اونا تبلیغ چهره به چهره میکنن، تن به تن. حوصله‌شون نمیرسه، باید بحثا کوتاه باشه. به قول تریاکی ها میگن کماتیز چسبون. کماتیز چسبون باده ایوون. آقا طرف خودش این کار هست ها، همون کاربلده هست. قیافش به نه خیلی این الان با پیغمبر، از پیغمبرم بالاتره، چون پیغمبر دست کارگر بوسید، این دست بیکارم بوسید. آخون حتی باشید یکی جوری باشه. ایشون تو گوشش موزیک نمیشته، شما باید حدس بزن ایشون چی داره میگه. بله دارم متوجه میشم شما چی میگی. آفرین که گفتی. نه الان شروع نشده. بابون این راستگویی موزیکش چیه؟ خوشگلا باید برقصن. شما چی میگید به ایشون؟ نکن. خواهش میکنم. یا تاقان داره میرقصه دیگه. من آقا یاد آقا جا کالیفرنیا زد کالمو دیگه. پس چرا گوشی گذاشتیم؟ استقلال دوست. ایشونم گفت. من هستم گفتم قرقیزستان. سخت بود استقلال. اصلا استقلال چی هست؟ کشور قرقیزستان. شما محکم بگو. قرقیزستان. انگلستان. خیلی میگه داره فانتومی میکنه. گرشو اینجوری. قرقیزستان. وای چه وقتی ازش استفاده میکنی یه صدایی میده. آقا موسیقی نگین یهو نه استفاده باید دلاشی. در این استفاده باید دلا باشی استفاده کنی، درسته؟ صدا میده. نه دلاشیم صدا میده. بعد دلاشی صدا میده. آقا دلاشی صدا میده چیه دیگه؟ باید دلا باشیم جا موزیک. خیلی دلاشی میگوزی چیز خالی صدا دیگه بستگی به جونت داره. داره تمرین میکنه. میگه این چیه که دلا میشی صدا میده. دلا بشی صدا نمیده. خب ولش کن بخواب اونجا. صدا میده بعد دلا بخوابونش ولش. بستگی به استفادت داره. همزمان باید فشارم بدی. اوه آب سرد کن. آب سرد کن مگه بابا چقدر باید خم بشی دلا بشی؟ یه جوری میگه دلا باید بشی واقعا بعد تو حالت سجده چیه رکوع باید بریم. من شب عید منبر رفته بودم، یک جوانی خیلی خوشتیپ اصلا معلوم بود پول داره آمد در گوش من گفت که حاج آقا امشب شب میلاد امام حسین علیه السلام هست، شما قرعه کشی بکنین هر جور صلاح میدونین من 2 تا کربلا بانی میشه. گفتم خدا پدرت بیامرز. 2 تا قرعه در آوردیم، یک زن یک مرد. معلوم شد این 2 تا یه زن و شوهری هستن که تازه ازدواج کردن و به خاطر اینکه نمیتونن عروسی بگیرن یا معسل برن یه جوری سرتش هم بیارن برن سر خونشون، چند سال تو عقدن. واقعا اگه کسی نتونه مثلا عقد و این چیزا رو بگیره، این که چیزی که این گفت
واقعا نمیتونم ازدواج کنم من سر خونه زندگیشون. عجیبه. البته خب رسم دیگه چیکارش میشه. شما با هم بریم کربلا و بعدم بیام خونه زندگیتون. اومدیم پایین هر چی گشتیم این جوونو پیدا نکردیم. این بی انصاف آمده بود سر به سر ما کجا گم و گور کرد خودشون. گفتم آقا این کی بود؟ گفتن گردن خودتون؟ نه دیگه بالاخره یه عده بانی خیلی باز ما گردن کج من و سید اولاد زهرا گفتن نجاتش بدیم. دو تا کربلا پول جمع کردن رو فرستادن. یعنی اینا رو امام حسین برد. ولی اونو اگر من جایی ببینم اول کسی میگه جایزه بده بانی مچشو میگیرم میگم آقا کارت ملی تو بده. این مسئله شرعی هست که امام جماعت باید از مأمومش پایین‌تر باشه. خب به خاطر همین محرابا رو خود پایین‌تر می‌سازن. دو متر گوت میکنن اون محراب رو میره پایین. در یک جایی گفتن آقا جمعیت زیاده بریم توی محرابی که مال نماز عیده. نگاه کردیم مثل قبر گوده، یعنی شاید بیش از 1 متر و نیم. یه نردبون 3-4 پله گذاشته بودن که شما از روی این برو پایین اصلا میترسید بره پایین. گفتم آخه این خیلی گوده ای. گفتن هیچی نمیشه اگر شما اینجا وای نستین خانم‌ها دیگه قرار نمازشون خراب. من رفتم سجده. این نفری که پشت سر ما تو صف اول وایساده دکتر از بخش بچه‌ها میگه نمازش خراب میشه. یعنی اگه نره تو محراب مثلا چی؟ یعنی اگه زنا پشت سر این آخوند داره ببینن نمازشون خراب میشه؟ آمده بود بیاد سجده، اون نفر پشت سری سرش خورده بود پشت این با سر افتاد پایین رو ما. تو این 1 متر و نیمه من چون بالای این محرابم دار بسته بود من فکر کنم یه کیسه گچ رو پشت من اون چیزی از اون بالا واسم ذکر سجده رو سبحان ربی الاعلی یک نفسم اینجوری خورد. سر که آوردم بالا دیدم که یک نفر توی همین گوشه محراب اینجوری حالت وحشت زده نشسته تو چشای من نگاه می‌کنه. اصلا حاجواش داشت نگام بلند شد بعد دور میزد تو این. بعد من می‌خواستم نخندم و نماز به آخر برسونم. این اومد روبروی صورت من گفت عجب پشمام میره. یه دفعه دیدم صدا پنجره میاد گفتم خدای از ویدیو خواهرم پشت در مونده بود. آقا زیاد زد تو این. بعد من می‌خواستم نخندم و نماز به آخر برسونم. این اومد روبروی صورت من گفت حاج آقا شما از کجا اومدید؟ از کجا اومدید؟ والا معنی کلماتی که میگم را بگید. رضا بابا چه کسی؟ خایسک جیا نه یعنی رضا موقع خندیدنش به خدا خیلی باله. معنی چی بود خایسک؟ ترسیدن. نه بریم سوال بعدی. نه معنیشو بگم. معنی خواهش این خودش میگه. آره معنیشو بگم. چکش پت. به چه زمانی؟ وای وای تایم نداریم. قربونتون برم خیلی خوش اومدید. منم خوشحالم که در جوار شما امشب هستم. یه جوری منو دارید نگاه می‌کنید. این مدام قربان بره. قربونت برم. آقا محمود جان دلم. خوشی هم پایان مردم. اجازه هست؟ بچه‌ها بزنید دیگه. می‌کنی با من اینجور. کی؟ مازه. غلط کردم. اشتباه کردم. منو چرا نگاه می‌کنی همه؟ مونتو رو نگاه کن. بدن آماده بدن. چیه؟ اومده بدن ناآماده بدن. بدن. بعد تغییر بدن. نظر تغییرت بدن. چیکار داری می‌کنی؟ نظر تغییر بدن. آماده بدن آماده بدن. بغل ایشون بستید. قربون شما. به سمتتون میام تا من نگیرید ول نمی‌کنم. شما اینور تشریف داشته باشید. یه جوری بی‌تابی احساس می‌کنم. تو دیدم خوشحالی نه کاری خاصی نکن. نه چیکار می‌خوای بکنی مثلا؟ نه میگم یعنی خانومتون کجا هستن؟ مرده. آخ خدا میبینم. چند سال همسر فوت شده؟ 4 سال. 4 سال. 4 ساله. همه رو یه جا میخوای با من خیس سوال زیاد. بار زیادی رو دوشت. ببوسمه. فقط بوسه؟ همه یه بوسه رو. منم دیگه اجازه بدید که بیشتر مطالب نشه. فقط آخرین سوال. Mr. Farias, your team in last World Cup in 1994, yeah? Why your team in World Cup? No.
ورلد کاپ آرزو موفقیت در رفاقمون آرزو موفقیت می‌کنیم برای آقای فریاس. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team. Thank you. Thank you very much. Thank you. خیلی متشکرم. Thank you. گفتید که خیلی میل به ازدواج داشتید دیگه که نداشتید بعدش که خیلی میل به ازدواج داشتین چه باید حرف درست کرد ما بیا خب خودتون گفتم از 18 سالگی دلم میخواست سالگی دوست داشتم داماد بشم دیگه خب بله همه جوونا اینجوریان من که تا همین الانشم میل زیاد به لباس دامادی رو دوست داشتن. آره نه عروس دوست داشتم اصلا من از وقت بچه بودم اینقدی بودم اون تموم شد دیگه دعوت می‌شدیم دوست نداشتم برم تو مردونه ما گفتم این چه جو عروسیه که عروس تو زناست ما عروس ببینیم دیگه کل لباس عروس دوست داشتم تو عروسی خودتون راتون دادن داماد رو دیدیم نه بود هر چی گفتیم ما تو زنا نمیخواد بیاد نبردن پس آرزو بده دیگه باید بگیریم همین می‌خواستم آرزو بده دیگه به عنوان عروس دیگه بعداً نرفتین چرا دیگه ما بعدش که کجا میره تو زنونه؟ رو میرن به وقتی چرا خانم‌ها میگن حجاب داشته باشن عاقد داره میاد داخل قبلش اصلا حجاب نداریش که مثلا همه قاطیان فقط تو عاقد میخواد بره همه روشونو میگیرن حاج آقا آمد فقط حاج آقای بدبخت نامحرمه دیدی که همین اصلا نیست مثلا بعدا گفته آقا مثلا آخو میشیم عاقد بشیم مثلا برم عروس ببینم اون موقع عاقد میادم آقاجو و بله دوستان رسیدیم به یک ته داستان دیگه من واقعا خودم خیلی کیف کردم امیدوارم که شما هم از اینجا خوشتون اومده باشه حتما نظرات و پیشنهاد خودتون رو برای من کامنت بکنید چه نوع ویدیوهایی دوست دارید براتون درست بکنم حتما بهم بگید من که خودم خیلی کیف کردم نظر شما برای من خیلی مهمه حتما با لایک و ساب کامنت کنید اگه دوست داشتید عشقتون کشید ما رو حمایت بکنید و مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید شما رو خدای بزرگ و مندام میسپارم و